بگردم هم تری مردک ها کجا دارم این مردک ها که همین خیلی مرد باشه با خدا قسم خدمتش هم خیلی ارزم ارزو خواهش من همین که همون دختری مرا بزنی انتخاب کنی باید میگه یا شیخ من پول ندارم این زن مهرش دادن در کارای نفقش هم هیو کردن در کارای میگه همین یک خلطه طلا را 100 دینار بوده است در پیشش میمونه و میگه اینه مهرش این میرم ته بگی خیلی خالی و اومده است این روشنم نداده باشه بعد این مرد کت خدا آزادش کرده است که مولوی داره گپی او را دیگه رد کردن بتونه گفتن نتونست بیچاره که خیلی من ولی نمیدونم که دختری تو دین دیانتش در چه سطحی آیا از خدا میترسه آیا عبادات خدا را انجام میده دختری یوش پدرش بوی مقصد ارکا کلون شدگی پسند نمیکرده است اعتبار نمیداده است بیچاره یک هم شیخ دهنش میخوره یگون است اپیمیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بفرزندن بالان برداشتن فویس سپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن کلیکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا دست میون بغم رکشی خنک گرفتگی و ریماتیسم روغن خلبه برای مشکلی پروستات همچنین برای خنک گرفتگی گرده پیشابدان سنگون نمک گرده و پیشابدان رو هم تازه میکند نصیحتگری بنی بشر ای حضرتم هم یگون گپک میزنه که میگه خب که پیر خر تو همون نیستی که پدری ما با 10 دینار تو خریده بود خیلی بار قرد میکنی دوبار قرد میکنی برای مردی بناموسا هر وقتی که میزنه میگه تنش بزنه حیث گویو میبینه سو مشکله یک روز دیگه طاقتش طاق میشه و میگه بله من همون بیچاره هستم که پدری تو با 10 دینار خریده با 100 دینار در تو کثافت آورد فروخته شنیدم گوسفند رو بزرگه رهانید از دهان و چنگ گرگه شبانگه کرد بر حلقش بمالید روان گوسپند از وی بنالید که از چنگال گرگم در ربودی چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی آنکه در بسیاری موردها تعلیم و تربیه زن فقط از پدر و مادر نه از شوهر هم وابستگی داره سعادت نماند در آن خاندان که بانگ خروس آید از مکیان همین در خاندانی که مکیان دعوای خروجی میکنه و قطقط میکنه اوجا سعادت نمیمونه انشالله بختوری ما ای جمله او شیر بچه‌ای هست که من یقین دارم که با شب میخیزه شکرگزاری نعمت خدا را میکنه نماز شب میخونه اوقی جوانا عادتا کب خواب میشوند مرغزیده را خواب میبره و شب عروسی نوانه این شبا غنیمت های خدای تعالی خیلی که نصیبت گردونده است شهوت داد است امکانات برات فراهم آورده است کار کردی غسل کردی مردی مسلمان پیش ایو که خواب کنی همین 2 رکعت نماز شکر بخوان با خاطر الله همین 2 رکعت نماز شکر بخوان ان شاء الله این قدر برکت نازل میشود در خاندانت خداوند فرزندای خوب صالح نصیبت میگردونه حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت کرده است امت را میگه رحم الله امرأ قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته رحمت خدا بود بر زنی که شب میخیزه طهارت میکنه نماز میخونه بعد زنش بیدار میکنه که زنک بخیر وقتی نماز شد از رحمت پروردگار خطر محروم نکه که در روی رحمت پروردگار بازه فان ابت نزح فی وجهها الماء اگر ما با زنک تنبلی کرده بگم مردک به فرش ایدم روز تو بگرم جب بیدم کار کردم همین یک کاسه آبی خنک همیورا و دروش میشنپه که بخیر تنبلی نکه بگردم هم تری مردک ها کجا دارم این مردک ها که همین خیلی مرد باشه با خدا قسم خدمتش هم خیلی ارزنده هایی که غیرت کنه در شب بیاره یک کاسه آب در بالای روی زنش بچوشه که بخیر ای رحمت خدای تعالی خطر محروم نکه در نصفش وقتی که قسمت آخر شب میدرویه رحمت پروردگار نزول میکنه درهای آسمان هم باز میشوه تا دمیدن صبح صادق همیشه اعلان میآید من یدعونی فاستجیب له و من یسألونی فاعطیه و من یستغفرونی فاغفر له حضرت خداوندی میگه کسی دعا کنه دعاش اجابت میکنه هر کسی از من طلب مغفرت کنه گناهاش میآمرزم کسی اگر یگون مشکلی داره چیزی طلب داره سوال کنه البته که عطاش میکنم و حضرت میگه و رحم الله امرأة قامت من اللیل فصلت و ایقظت زوجها
رحمت پروردگار باد بر زنی که شب میخیزه، طهارت میکنه یا غسل میکنه، نماز میخونه، بعد میاد شوهرش بیدار میکنه که شوهر جان بخیر، یاری رحمت پروردگار بازای بخیر، نماز بخون، بخیر دکاسه دعا کنیم که خدای تعالی فرزندای خوب و صالح برامون عطا کنه. فاین ابا نزحت فی وجهه الماء. الله اکبر. اگر میگم ما بودو ایبو کرد، میروه یک کاسه اوی خیلی کمیورا در روی شوش میچوشه، زنگی خیلی میشوه. با خدا قسم شیر مردو ای شیر زنو میشوند. آنها فرزندای خوب و با غیرت و با ناموس آنها خیلی مادرو میشوند. خداوند برای بختواری ما همه خیلی یک زنی صالحه را بتا خچم غیرت بتا که باید غیرت مرد همیشه ای زن زیاد باشه. ای برادر خود در این اکسیر زن کم نباید، صدقی مرد از صدقی زن. آن دل مردی که از زن کم بود، آن دل باشد که کم زشکم بود. همین مردی که دل جگری زنه که نداره، او دل نداره، او یک شکمبه داره، هم یک خلطه نجاست داره. الحمدلله که در محفل شخصیت های بزرگ اشتراک دارند، دامله های محترم، واعظ های محترم، قاری های محترم. انشاءالله محفل خیر است، محفل توی نکاحی است. نزد ما احناف از طاعات و عبادات نافله دیده این محفل های اجر ثواب بیشتر و زیادتر داره. این از جنبه دنیویش دیده جنبه دینیش بیشتر و زیادتره. انشاءالله الحوض صحبت و رشته صحبت و برادر مدام محمد الله میتونیم که صحبت دوام بده، ما و شما استفاده بکنیم. صحبت کنیم. دنیای دنی پر هوس را چه کنم، آلوده هر ناکس و کس را چه کنم. آنیا طلب کن که تو را باشد و بس، معشوقه 100,000 کس را چه کنم. معشوقه 100,000 کس را چه کنم. شبهای دراز را به عبادت چه کنم. طبعم به گناه کرده عادت چه کنم. گویند که کریم است گناه می بخشد، کریم که گناه بخشد ز خجالت چه کنم. الهی ندارم پناه غیر تو، تو خود فرمودهی لا تقنطوا. یا